فرانسه و منابع در اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفتند تحریمات به ضد سوریه ممکن است به زودی برداشته شود. اگرچه یک ماه از سقوط حکومت خانوادگی بشار اسد گذشت، ولی این تحریمات هنوز مانع برقراری اقتصاد و رسانیدن کمک‌های بشری به سوریه می‌شوند. ژان نوئل برات، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت لغو بقیه تحریمات از عملکرد رهبران سوریه وابسته است که تا کجا حکومت فراگیری تأسیس می‌دهند. محمد بدیر، ساکن دمشق، میگوید اقتصاد و احوال مردم سوریه بهبودی می‌خواهد. وضعیت نظر به گذشته بسیار بهتر است، ولی بعضی ملاحظات هست. پیش از همه تمام مردم خسته شدند. من به تمام قرارهای نو احترام میگذارم و به آنهایی که جدا کار میکنند. من به همه چی احترام قائلم، ولی مشکل این است که مردم خستند و درآمدشان کم است. الاشخاص اللي عم تشتغل بجدیه. پروازهای بین المللی به دمشق، پایتخت سوریه، روز 8 دکبر از سر گرفته شد. بار اول پس از سرنگون شدن بشار اسد به دست آشوبگران. باسم حریری 10 سال باز در وطنش نبوده است. من یک افسر پلیسی دیگر اندیشم. سال 2012 سوریه را ترک کرده دیگر برنگشتم. خوشحالیم را تصویر کردن نمیتوانم. باید معجزه میشد که من از طریق فرودگاه دمشق برمیگشتم و این معجزه شد. زندگی به این محله شهر دمشق پس از سالها به حالت عادی برگشت. آینده سوریه ولی ناروشن است. نیروی برق به سختی تامین می شود و بسیاری از محله ها روزانه فقط 3 یا 4 ساعت نیروی برق دارند. وزیر اقتصادی حکومت موقت روز دوشنبه گفت که تحریمات نمیگذارد سوریه برای خرید مواد سوخت، گندم و دیگر مواد ضروری قرارداد ببندد. دیپلمات‌های اروپایی با شرط ذکر نشدن نامشان گفتند وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا آخر ماه ژانویه درباره برداشتن بعضی تحریمات به ضد سوریه گفتگو می‌کنند. با گفته دو دیپلمات، هدف برداشتن مانع‌ها برای بازگرداندن پل‌های سوریه، آسان کردن پرواز هواپیماها و کاهش تحریمات ساحه انرژی است تا تأمینات با نیروی برق بهتر شود. حکومت آمریکا روز دوشنبه تحریمات برای معاملات مالی با سوریه را برای 6 ماه به اعتبار کرد.